السلام علیک یا رحمت الله الواسع و یا باب نجات الامه صلی الله علیک یا سیدی و یا مولاي ابا عبدالله. حلول ماه شعبان رو تبریک عرض میکنم. ماه آقا ابا عبدالله الحسین علیه السلام، آقا حضرت عباس، آقا امام سجادمون، آقا امام زمانمون که انشالله امسال سال ظهورشون باشه، حضرت علی اکبر خانم، حضرت رقیه و بهترین ماه انشالله رزقهایی رو بگیریم و آماده ماه رمضان بشیم. بچه ها الحمدلله کما و اهل همزمان 2 تا لایو داره برگزار میشه از مجلسمون، هم از موقع بیت الزهرا سلام الله علیها، هم از پیج 1 میلیون و خورده میلیون که در واقع به لطف آقا علی بن موسی رضا در شب مبعث باز شد. مجلس ما متعلق است به خانم حضرت زهرا سلام الله علیها به نیت ظهور آقا امام عصر و زمان. صلوات بفرستید برای تهجد در انشاءالله که ثواب این مجلس برسه به روی همه امواتمون، بدوارث و بیوارث اونها هم ما رو دعا کنن. حتما مجلس زیارت عاشورا که تمام شد حضور داشته باشید که روزه خوان‌ها میخوان هم متن بخوانن هم روزه بخوانن و انشالله اون مراسم از همین پیج موکب بیت الزهرا سلام الله علیها ادامه پیدا کنه. بسم الله. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليكم. السلام عليك يا خيرة الله حجي ممنوع حبيبي. السلام عليكم. شلون اخبارك؟ شلون امورك؟ ابد وعلي الله شاهد بخدمتك ولا ابد لا تجيني انا استمسك ادور عليك حبيبي. لا السلام عليك يا ابن سيدة السلام عليك يا طار الله. السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بثناء مني جميعا. سلام الله أبدا ما بقي وبقي الليل والنهار. يا أبا عبد الله لقد عظمت الرزية وجلت. والله مو هاي كاميرات. یه صلوات بفرستیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا خيرة الله وابن خيرة، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوزير، السلام عليك يا ابن فاطمة سيدة النساء العالمين، السلام عليك يا صار الله وابن صارق والمثل الموتور، السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. يا وجلت وعظمت المصيبة وجعلنا وعلى جميع أهل الإسلام. وجلت وعظمت مصيبتك في السماوات على جميع أهل السماوات. فلعن الله أمة أسست الظلم والجور عليكم أهل البيت. ولعن الله أمة دفعتكم عن مقامكم وعن ضلالتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله
وصليت إلى الله وإليكم منهم ومن أشيائهم وأسرارهم فأوليائهم يا عبد الله إني سلم لمن صالمكم وحرب لمن حاربكم إلى يوم القيامة ولعن الله على زياد وآل مروان ولعن الله بلي من يتقاسمه ولعن الله ابن مرجانه ولعن الله عمر بن سعد ولعن الله شمرا ولعن الله أمة أسرجت وألجمت وتنقبت لقتالك بأبي أنت وأمي لقد عظم مصابي بك أسأل الله الذي أكرم مقامك وأكرمني بك أن يرزقني سلب صارك مع إمام منصور من أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله اللهم اجعلني عندك وجيا بالحسين عليهم السلام في الدنيا والآخرة يا عبد الله إني أتقرب إلى الله وإلى رسوله وإلى أمير المؤمنين وإلى فاطمة وإلى الحسن وإليك بمبالاتك وبالبراءة ممن أسس ذلك وبنى عليه بنيانه وجرى في ظلمه وجوره عليكم وعلى أشيائكم برئت إلى الله وإليكم منهم وأتقرب إلى الله ثم إليكم بمبالاتكم ومبالاة وليكم وبالبراءة من أعدائكم والناصبين لكم الحق وبالبراءة من أشيائهم وأسرارهم إني سلمان لمن صالحكم وحرب لمن حاربكم وبلي لمن ضركم وعدو لمن آذاكم أسأل الله الذي أكرمني بمعرفتكم ومعرفة أوليائكم ورزقني البراءة من أعدائكم أن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة وأن يثبتني عندكم قدم صدق في الدنيا والآخرة وأسأله أن يبلغني المقام المحمود لكم عند الله وأن يرزقني سلب صاركم مع إمام هدى ظاهر ناطق بالحق منكم أسأل الله بالحقكم وبالشأن الذي لكم عنده أن يؤتيني بمصابيبكم أفضل ما يؤتي مصابا بمصيبته مصيبة ما أعظمها وأعظم نبيتها في الإسلام في جميع السماوات والأرض اللهم اجعلني في مقامي هذا ممن تناله منك صلوات ورحمة ومغفرة اللهم اجعل محياي محيا محمد صال محمد ومماتي ممات محمد وآل محمد اللهم إن هذا
وابن آكلة الأشبار الليل ابن الليل على لسانك ولسان نبيك صلى الله عليه وآله في كل مقتل وموقف وقف فيه نبيك صلى الله عليه وآله اللهم لا نبى سفيان ومعاوية ويزيد بن معاوية عليهم منك اللعنة أبدا الآبدين وهذا يوم فرحت به آل زياد وآل مروان بقتلهم الحسين صلوات الله عليه اللهم فضائف عليهم واللعن منك والعذاب الأليم اللهم إني أتقرب إليك في هذا اليوم وفي موقفي هذا وأيام حياتي بالبراءة منهم واللعنة عليهم مبالاة نبيك وآل نبيك علي وعليهم السلام اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر صابر له على ذلك اللهم على العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله اللهم انهم جميعا السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي أملت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار فلا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم حبابهم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاده وعلى اللهم خذ أنت أول ظالم بالعلم لي وابدأ بي أول ثم الثاني والثالث والرابع اللهم لليدين خامسا على عبيد الله بن زياد وابن مرجانة وعمر بن سعد المشمرة آل أبي سفيان آل زياد وآل مروان لا يوم القيامة اللهم لك الحمد حمد الشاكرين لك على مصابهم الحمد لله على عظيم الرضية اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم الورود وثبت لي قدم الصدق عندك مع الحسين واصحاب الحسين الذين بذلوا وجم دون الحسين عليهم السلام آمين يا رب العالمين صلواتكم شب جمعه است کربلا این مقابل بابالقبله هر چقدر دوست دارید حاج آقا لطفا حضرت امضا کنن دوباره بازم همینجا ببینیم بابالقبله باشیم نیابت بگیریم از همه اونایی که التماس دعا گفتن شب جمعه‌ای محضر سید الشهدا علیه السلام یه صلوات بلند جانانه ختم اللهم صل علی محمد و آل محمد و تمام این لحظات رو تقدیم کنیم به ساحت مقدس و نورانی امام عصر علیه السلام ولی نعمت عالم بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا آخرین شب جمعه ماه رجب رو و در آستانه
ماه نورانی شعبان المعظم، اعیاد پیش رو، خاصتا ولادت آقا و مولامون ابی عبدالله حسین علمدارشون ابوالفضل العباس و زین العباد امام سجاد. هر جا نشستید یه دونه صلوات بلندتر اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على الكهف الحسين وغياث المضطر المستكين حجتك وكلمتك الناموس الأكبر الإمام المهدي المنتظر حجة ابن الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه. دستا رو بیارید بالا. فرمود هر کی برای فرج من دعا کنه منم برای گرفتاری دعا میکنم. این شب جمعه‌ای به امام زمانت بگو آقا جون بهتر از کربلا سراغ ندارم تو عالم و بهترین جای عالم خودمو رسوندم برای فرج دعا کنم. مطمئنم که فرمودی هر کس برای فرجم دعا کنه منم برای گرفتاری دعا میکنم. الان دستمو میارم بالا و باب القبله جدت برای فرج دعا میکنم. اللهم عجل فرجا سهل مخرجا وجعلنا من خیر اعوانه و انصاره و الفائزین بالقول. ای آشکار از همه پنهان ظهور کن. ای آشکار از همه پنهان ظهور کن. تا جان به لب نیامده ای جان ظهور کن. خورشید آسمان علی آشکار شد. خورشید آسمان علی آشکار شد. ماه تمام نیمه شعبان ظهور کن. اینجا باشه. خورشید آسمان علی آشکار شد. ماه تمام نیمه شعبان شما بگید ظهور آقا جا الحق از سینت دیوارهای این حرم برگرده ای بشارت قرآن ظهور کن. حالا عنایت خودم رو معرفی کنم به امام زمان. جان این همه را اومدم دستم خالیه. خشکیم بایریم کویریم تشنه ایم بی حاصلیم حضرت باران ظهور کن. من ظلمتم به تو نرسم دیر می شود. پس لطف کن به قلب من الان ظهور کن. یه بیت اینم مال اونایی که دلاشون آماده است. دارم میبینم گوشه کنار
سفره دلشون رو برای امام زمان پهن کردن و اشک گوشه های چشمشون حلقه زده و منتظرن این شب جمعه امام زمان قسم بدید به چی؟ آقا به حق دست بریده بیا بیا اگه نبود شروع ماه شعبان ولادت عمو جانشون و کربلا نبودید شاید منم نمیگفتم اما هرچی به دلتون گذشت میخوام نالتون رو بلند کنید آقا به حق دست بریده بیا بیا آقا به حق ساقی طفلان ظهور کن آقا به حق آن لب عطشان بیا بیا گریه کن آقا جان آقا به حق آن تن عریان ظهور کن آقا به حق آن تن عریان آقا بیا ای زاده زهرا بی تو خورده گره به کار ما تو رو قسم تو ذهن من اومد چون اینجا به نام مادرشون حضرت زهراست این مجلس فرمودن بیت الزهراست من با همین یکی دو خط میخوام مقدمه باشم کربلا این روز ارباب و برات بخونم آقا بیا ای یوسف زهرا بی تو خورده گره به کار ما تو رو قسم به مادرت زهرا آقا بیا ابن الحسن بردیم از جدایی بگو امشب بگم تو کدوم صحرایی کاظمینی یا کرب و ابن الحسن بازم بگم به آقا توی حرم مگه نبود فرمود شب جمعه پیغمبر میاد کربلا امیر المؤمنین میاد کربلا امام مجتبی میاد کربلا آیونی که گفتی امام رضا امضا کرده الان کربلا فرمود امام رضا هم شب جمعه ظاهر حرم جد غریبش حسینه تمام این دوات مقدسه امشب کربلان امام زمانم قطعه به یقین امشب کربلاست بگم یه حرم رفتی پایین پاش پایین پا به یاد ما هم باش ابن الحسن حالا دست تو بیار بالا ابن الحسن ابن الحسن مولا بگو ابن الحسن ابن الحسن مولا ابن الحسن همه محو عزت ما عبدالله همه محو عزت ما از گل اولیاست تینت ما خوب عنایت کن
کنج عزلت برای ما گنج است کربلایی‌ها، کنج عزلت برای ما گنج است، بهچه سرمایه ایست عزلت ما. به 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 به. نگران نیستیم از مردن، هدایت کن. نگران نیستیم از مردن، مرگ ما هست استراحت ما. ثروت ما محبت زهراست جانم بیبی، نرسد ثروتی به ثروت ما. اما امشب به ارباب اینطور بگو، یه نگاه کن بگو، لحظه بگو، بگو جان اصلا باورم نمیشه الان کربلا من کجا، کربلات کجا، اونم شب جمعه، اونم ماه شعبان داره شروع میشه. یه جمله از زبون شما بگم، آجان من همونیم که بازم با کوله بار سنگین گناه اومدم کربلا، همونیم که هیچی ندارم، اما انقدر تو کریمی که ندیده امضا کردی باز کربلا. ای قربون این حالاتون، نامه هامان نخوانده امضا شد، حسین جان باز راضی نشد به خجلت ما. خب آیونی که داری گریه میکنی، آیونی که چشمت پر اشک شده، فرمود هر وقت میخوای بدونی کی ما نگاهت کردیم، خود این خانواده فرمود میخوای بدونی کی ما نگاهت کردیم، همون لحظه این که اشک از چشمت سرازیر شد. اینجا همون جاییه که ما داریم نگاهت میکنیم. اما گریه کردیم راهمان دادن، آره والله بی نتیجه نمان زحمت ما. اما قدر خودتو بدون الان که کربلایی فرصت گریه را به ما دادن، بهترین فرصت است فرصت ما. یه جمله بر بابت بگو آجان، گریم را بگریم آقا جان، یا عبدالله چقدر گفتیم از این گریه، از این عشق. امشبم بگو آبرویم را، منو ببین، آبرویم را بگیر و آبرویم را بگیر. حسین جان گریم وقتی نمیگیرد خجالت میکشم، گریم وقتی نمیگیرد خجالت میکشم، خیلی وقتو نگیرم رفقام هم هستن و یا علی آقا. حسین جان این یکی دو بیتو برا اونی میگم که هر وقت یه روزی من از دنیا رفتم تو هم عهد کردی، منم کربلا اومدم این عهدمو دوباره تجدید کنم که مردمم یه سری به نوکرت بزنی. چی اومدی بگی؟ آقا شبی از خاک ما گذر کردی، مرده را زنده کرد تربت ما. اما حاجت دل شکسته ها گریه، حسین جان زینب بپرس حاجت ما. حالا که قفل نالت رو شکستی و منتظری باشه، بذار همون شعر هر هفته و زمزمه‌ای که شما میخونید و خیلیاتون مشتری شبای جمعه این بیت و زهرایید، یه قرار هفتگی دارم که با تموم جون بهش پابندم. با من میخونی؟ یه قرار هفتگی دارم که حسین جان با تموم جون بهش پابندم.
شب روزه که میشه چشمامو روی هر چی جز حسین میبندم. شب روزه که میشه چشمامو روی هر چی جز حسین میبندم. الان که رو به حرمی باید چی بخونم؟ رو به حرم، رو به حسین، حالم تو کربلات خوبه حسین. هر کی حرف بشینه بخونه با من. رو به حرم، رو به حسین، همه نمیخونن. رو به حرم، رو به حسین، حالم تو کربلات خوبه. دنیا رو میذارم پشت سرم، دنیا رو میذارم. حالا که از همیشه تنها ترم، حالا که هیچ کسی نیست دور و برم. حسین جان صدام بزن میشنوی؟ بگو پاشو بیا حرم. خب بریم پیش خودم باش، چقدر تو بیقراری. اگه دلت شکسته نترس حسین رو داری. خب دعا کن که دعا اثر داره. میخونید با من؟ دعا کن که دعا شبای قصه هات سحر داره. بگو از قول من به عشاقم حسین از حالتون خبر داره. حسین از حالتون خبر داره. داشتم می اومدم بعضی ها تو اینطور گفتی اگه میشه امشب اون شعری که همیشه تو هیئت ها خوندیم گریه کردیم الان کربلاییمون رو بخون باشه. هر کی هر جا هست همینطور رو به حرم بیسته. من میخونم هر کسی تو حال خودش. یادت میاد چقدر خوندی، چقدر خواهش کردی، چقدر گفتی من دورم از حرم، منو برسون کربلا. الان به حاجتت رسیدی، الان کربلایی، الان باب القبله‌ای. حسین جان باور ما نمیشه شب جمعه باز دست ما رو گرفتی رو باب القبله. میدونم که بازم لطف مادر دست ما رو گرفت. بازم یه مادری با دست شکسته اسم ما رو نوشت. من دور از کربلا زندگی میگیره نور از کربلا. پای رفته از من شور از کربلا. من دور از کربلا. چی میخوندی؟ سامونم کربلا. میخونی با من؟ سامونم کربلا. یه سفر واجب شه اونم کربلا. خب شب جمعه من مهمونم کربلا. سامونم کربلا. همه اینا رو گفتم برای این یه خط. سفر اولم حسین یادم اومد و کربلا بارون میزد و کربلا بارون میزد و کربلا. باشه نالت بلند شده میگم بارون کربلا. مادرت میشه مهمون کربلا. از زبون اونایی که چشماشونم بارونی شده الان کربلان میگم بارون کربلا. حسین
مادرت میشه مهمون کربلا شب جمعه روز خونه کربلا بارونه که آماده ای بگم شیش گوشه حرم گریه میکنم توی آغوشه گریه میکنم توی آغوش حرم باشه حالا از زبون خواهرش برات روزه بخونم تو هم قول بده بلند بلند ناله بزنی گم حسین سر پیراهنت پیرم کردن از زندگی یا گوشتو بگیر یا از زبون خواهرش روزه میشنویم بلند بلند داد بزن حسین جان سر پیراهنت یالا یالا پیرم کردن از زندگی سیرم کردن از زندگی سیرم کردن از زندگی آجان اینا اگه اینطوری ناله نمیزدن من جلوتر نمیرفتم اما انگار رو ناله های خواهرت اینا غیرت داره بگم خواهرش یه نگاه کردید همه از گودان بیرون اومدن اما انگار هنوز یه نفر تو گودان خیلی وقتا گفتم بازم میگم انقدر میگم تا صدام بگیره خیلی وقتا خوبه روزه خون آروم بخونه گریه کن بلند بلند گریه کنه بذار همینجا بمونه اون طرفی ها نفهمن چی داری میگی گاه حسین جان همه رفتن فقط مادر تو مانده یه بار دیگه همه رفتن فقط مادر تو مانده و من حسین ته گودان فقط پیکر تو مانده بگم پا پس نمیکشه دیگه میخوام داد بزنی همه رفتن ولی که دست نمیکشه دال بشم زینب دوید و گفت چی گفت؟ مادر بیا ببین دیگه نفس نمیکشه مادر بیا ببین ما از کنار امام رضا اومدیم میدونن نوکرای از زهرا کنیزای بیبی میدونن ما از کنار امام رضا میایم باید به سفارش امام رضا عمل کنیم این شب جمعه‌ای میخوام داد بزنی گو حسین زیر و رو شدی خوشت و رو شدی یالا یا گوشتو بگی یا داد بزن زیر و رو شدی خوشت و رو شدی چجوری با مادرت رو برو شدی فقط نظر فرج منتقمش بی هوا زدم با عصا زدم جلو چشم خواهرت پشت پا زدم جان عالم به فدایت نگران کشته شدیم در تعارف زدن شمر و سلام حالا دست تو بیار بالا این دست راست تو پرچم کن بیار بالا دست تو خجالت نکش باب القبله ای کربلایی یک نفس ناله بزن ای حسین من که روزه بخونم ماشینایی نمیخوانم با بغض نهفته میخوانم روشنت من نشیر مشنت جون دختران رو نمیخوانم ماه شعبان این شهادت نداره همه شادیه اما به عقیده من تو شهری قرد کربلا تو کربلا شب نیمه شعبانم باید روزه بخونه میدونی برسی الان من بهت میگم برسی شما
توی خیابون تصادف بشه تو تصادف فرزند تو از دست بدی یه از رو خیابونت نمیشه شب درون که باشه بری تو خیابون هرچی ادعایی میشه تو همین شب بود همین گویه قدی رو جلوی مادرش اولان میکردن گفت ممی آبش بدم یا ندارم بوشی شهید میشه بدم برم بهش آب بدم گفت بهش آب بده رفتم دوگی دیدم شم نفس زنان اومد بالا گفت اینجا چرا میکنی گفتم اومدم آب بدم گفت نمیخواد من سیاهش کردم گفتم من روی جامعه نهرمی و زد پایین واقعا گفتم من اون تو که جای خودی که کردی بسن نفس میزنی گفت آخه همی که داشتم جای خودم میکردم یه شیرهای خانوم عزیزی بیدو بنه اگه میخواهی بازار من بطوری بطور جلوی مادر و یارم نکن یه شعر رو التماس دار من هفته شبای جمعه میام کربلا با هم یه شعر میام کربلا با هم بتونم میگم اونایی که دوست دارن هرچه به جمعه ایجا باشن کربلای همه دستته خانوم ستاره به دیوونه بابستته خانوم ستاره از سیر آیم دستته خانوم ستاره من عصب جمعه روزه خانوم ستاره میخونم یه خط روزه رو التماس دار وقتی حضرت یقای به دنیا اومد مادرش از دنیا رفت امام حسین همش حضرت زینب و همش حضرت ام کلثوم بود که برای این دختر شنان عمه‌ای و مادری کنید که این دختر جمعوده مادر احساس نکنه سر بغل کردن این خانوم دعوا بود همه راست رو دوست آقا عقفه یا تو بغل خانوم تو بغل خانوم حضرت زینب همین 2 روز پیش ساروز حضرت کامل امام حسینه که حضرت یقیه یه دوستای همون حضرت عباسه اما دیا بسوزه برای 5-6 ماه دیگه روز عاشورا اون موقع دیگه نه عمویی نه بابایی فقط یه احمد آیم و بیقرار جونم خیلی رو توسیدار جونم من میمیرم برای این بیت خونم پناه آرم جلوم کرد خیار جونم توسی کرد براسه همه بکن یا ام البنین یا ام البنین یا ام البنین یا ام البنین صدای این جمعیت نی یا ام البنین به کارت بگو یا ام البنین بگو 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 یا ام البنین یا ام یه بار دیگه یا ام البنین به 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 یا ام البنین یا ام البنین یا ام البنین شب‌های جمعه نیمه شب آتا سپیده شب‌های جمعه نیمه شب آتا سپیده بر روی اسرارش خدا پرده کشیده بر روی اسرارش خدا
کشیده از راه می آید زنی قامت خمیده از راه می آید زنی قامت خمیده اگر بیاید با توی زهرا بگیره اگر بیاید با توی زهرا بگیرد روزه نمی خواهد زنی که سر ندارد روزه خواهد زنی که سر ندارد قربان آن آقا که گشتر ندارد یک تکه این سالم همه پیکر ندارد جایی برای بوسه مادر ندارد جایی برای بوسه مادر ندارد جانم حسین جانم حسین جانم حسین معلوم دیگه بیایا جانم حسین جانم حسین جانم حسین جانم حسین صدا تو آزاد کن جانم حسین جان روی خود را ریخته روی جلویش مادر بود این گفتگویش گوید بنیه یا بنیه یا بنیه برخیز آمد مادرم زهرا بنیه دیدم خودم در عصر شورا بنیه افتاده بود زیر دست تو بابون امام زمان من بی وضو موی تو را همه روز خوب باشن بگو من بی وضو موی تو را شانه نکردم حالا به دو بال سرم باید بگردم حالا به دو بال سرم باید بگردم جانم حسین جانم حسین جانم حسین جانم حسین جانم حسین جانم حسین یه بار دیگه جانم حسین 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 جان این ایامیه که کاروان ابی عبدالله از مدینه حرکت کرد شاید خورده بگیرن چرا روزه میخونی شما به سینه بزنید شاید خورده بگیرن چرا روزه میخونی چند روز دیگه ولادت این آقاه حرمشو گل زدن میخواستم یه چیزی بگم عزیزا داشتم میخوندن یادم اومد خانوم صدیقه طاهره یه روز اومد پیش پدرش گفت آقا جان این بچه ای که تو بطنمه نیمه شبا با من صحبت میکنه چی میگه فاطمه جان پدر جان بچه تو شکمم با من حرف میزنه ای میگه یما انا العطشان انا العریان انا الغریب برا همین
زمین هر جای کربلا میری این شب و روزا دارن روزه میخونن لباس احرام تو ای کاش بود کفن میکردم تگ جاش بود لباس احرام تو ای کاش بود الان از مدینه حرکت کردن یه 6 ماه دیگه غروب عاشورا زینب صدا میزنه لباس احرام تو ای کاش بود کفن میکردم تگ جاش بود لباس کهنه تگ پیداش بود کفن میکردم تگ جاش بود اما جاش نیست تنه تو زیر نیزه پیداش نیست انگشتر حسین تو دستاش نیست جاش نمیشد حداقل طبق شریعت بکشم مگه میشه کسی رو فقط 3 ساعت بکشم عالمو بیقرار کنم خیمه ها تو چیکار کنم خودم فنای عالمم کدوم طرف فرار دیدی از حرم میای بیرون 2 قدم میری برمیگردی نگاهش میکنی بابا زینب 50 سال با حسین زندگی کرد همینجور که حسین میرفت سمت گودال وقت جدا شدن که نیست میری و دست من که نیست داداش اشاره میزنی نیا قتل جای زن که نیست قتل جای زن که نیست اما الان راحت میرین تو این حرم ها زیارت میکنیم اومدم بگم من یه حرم سراغ دارم زناشو بستن و چراغاشو خاموش کردن آی غیرت الله اومدم از طرف زینب به ابوالفضل بگم کو ابوالفضل که بیاد درم و درمون بکنه کو ابوالفضل که بیاد درم غیرت الله بلند شو ببین حرم خانه تو دوره کردن کو ابوالفضل که بیاد درم و درمون بره از خیمه من خولی و بیرون بکنه از این مرکه دست بکش نکش منو نفس بکش پاشای داد غیرتی سر شمر و شبس بکش سر شمر و شبس بکش یا عبدالله آقای من یا عبدالله آقای من یا عبدالله همه بگن قشنگه زبون شما تحت القبه دعا کردم واسه هر کی گرفتاره تحت القبه دعا کردم واسه هر کی گرفتاره تحت القبه سلام دادم جای هر کی حسینو دوست داره بیشتر از همه یادش کردم رفیق امام حسینی و چقدر بهتون التماس دعا گفتم بیشتر از همه یادش کردم رفیق امام حسینی و
بیشتر از همه دوستش دارم عکس بین الحرمینیمون جان کربلا بهترین جای جهانی تو به قرآن کربلا جان کربلا بهترین جای جهانی تو به قرآن کربلا توی بین الحرمینم همین الان کربلا با امام زمان قلبم میره هر آن کربلا جان کربلا حرم سیدالعطشان کربلا حرم سیدالعطشان کربلا بگو حرم سیدالعطشان یه بار همه بگن جان کربلا حرم سیدالعطشان کربلا حرم سیدالعطشان حسین آقا جان حسین آقا جان حسین آقا جان آقا جان حسین آقا جان حسین آقا جان حسین آقا جان ای جانم به عشق رویایی ای جانم به عشق سلطانم بخون با من ای جانم به عشق رویایی ای جانم به عشق سلطانم زیبایی یعنی که هر لحظه زیر پرچم حسین جانم زیبایی یعنی که هر لحظه زیر پرچم حسین جانم ای جانم به عشق رویایی ای جانم به عشق رویایی بگو بابا ای جانم به عشق رویایی ای جانم به عشق سلطانم زیبایی یعنی که هر لحظه زیر پرچم حسین جانم زیبایی یعنی که هر لحظه زیر پرچم حسین جانم با کربلا حالم رو براست رایای شیرینم پایین پاست کاشکی خونم شبهای جمعه دل توی کربلاست شبهای جمعه دل توی کربلا زیبایی یعنی شبهای حرم زیبایی یعنی شبهای حرم من دوست دارم آقای حرم من دوست دارم آقای حرم اللهم ارزقنا کربلا اللهم ارزقنا کربلا اللهم ارزقنا کربلا اللهم ارزقنا کربلا عبدالله آقای من یا عبدالله یا عبدالله آقای من یا عبدالله آقای من یا عبدالله آقای من آقای من یا عبدالله آقای من یا عبدالله آقای من نور زمین جای تو نیست ای زینته دوش نبی روی زمین جای تو نیست این خار و خاک شاک زمین منزل و من پای تو نیست یا عبدالله آقای من یا عبدالله آقای من یا عبدالله آقای من یا عبدالله آقای من همه گاه به
همگان به سر شود بی تو به سر نمی شود هیچ و کجا برای من کرب و بلا نمی شود یا عبدالله آقای من یا عبدالله آقای من یا عبدالله آقای من ابا عبدالله حسین 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 صلی الله وصلی الله بگو وصلی الله علی الباقین علی الحسین علی الحسین در آستانه ولادت ابی عبدالله یه صلوات بلند بخونید. اللهم صل علی محمد و آل به محمد نام خداوند یار آفرین. یکی دو بند بخونم و سرود و یا علی مدد. به نام خداوند یار آفرین، همان خالق شاهکار آفرین، خدایی که هنگام خلق حسین به خود گفت صدها هزار آفرین. به نام سمیع و علیم و بصیر، خب امیری حسین و بگو امیری حسین یه بار دیگه امیری حسین و اگه قراره تو کربلا شما بخونی و عیدی بگیری باید دست راستتو بیاری بالا، رو به حرم بگیری با من بخونی. چی؟ به نام سمیع و علیم و بصیر، تو بگو امیری حسین و امیری حسین و زمین روشن و آسمان روشن است، به به به، کران تا کران کهکشان روشن است. به نازم به رخسار ماهی که از او دل و چشم کروبیان روشن است. دستت بیاد بالا، خودش نور و نورش سراج منیر. شما بگید امیری حسین و صدات مایه نمیذاری یا امیری حسین و گره خورده دلهای ما با حسین. این حسینش رو شما بگید امشب مادرش دعاتون کنه کربلا. گره خورده دلهای ما با خدا، این جمعیت و این صدا نیست. این حسین رو با همه وجودت بگو. گره خورده دلهای ما با شعاری نداریم جز یار، دل بده و ما سالیانیست فهمیده ایم رفیقی نداریم الا حسین. به دام رفاقت مرا کردسی، امیری حسین. دستت بیاد بالا بگو امیری حسین و آقا جانم. اما به حق حسین و خدای بگو حسین، به حق حسین و خدای بهشت از زیر لوای یکی از علامات ایمان ماست. چیه؟ همین گریه کردن برای حسین. حسین مرا گریه کرده است،
روشن ضمیر دستت بیاد بالا بگو امیری حسین و خسته شدی یا امیر حسین و امیر خلق الله سفینة النجات دستت نیاد پایین خلق الله قتیل العبرات باید با من بخونی خلق الله سفینة النجات خلق الله قتیل العبرات خلق الله به نور ازلی خلق الله حسین ابن علی بگو خلق الله حسین ابن علی اهلا به حسن ازلی اهلا به حسن ازلی بگو با من. اهلا به حسن ازلی اهلا به نور جلی اهلا به مولانا حسین اهلا حسین ابن علی اهلا حسین ابن تبریک علی بگیم به کی؟ هم به مادرش فاطمه هم به جدش رسول الله هم به باباش امیرالمومنین اما شرطش اینه چند تا نفس عمیق بکش دستتو بیار بالا میخوام با من بخونی امشب کربلایی مبروک مبروک لزهرا و نبی بگو با من مبروک مبروک لزهرا و نبی مبروک مبروک لمولانا علی مبروک مبروک لمولانا علی مبروک مبروک لزهرا و نبی مبروک مبروک لزهرا و نبی مبروک مبروک لمولانا علی مبروک مبروک خلق الله مصباح الهدى این یه بندشو به نیابت اونایی که الان با پای دلشون ظاهر کربلا شدن پای این لایو نشستن دارن تصاویر زنده کربلا رو میبینن و دلشون پر میزنه چند لحظه کنار شما باشن به نیابت همشون بخونم و دعاتون کنم خلق الله مصباح الهدى مصباح الهدى خلق الله نور الاولیاء خلق الله عشق عالمین خلق الله عشق دیگه چی؟ خلق الله مولانا حسین خلق الله مولانا حسین جانم به لبخند حسین جانم به لبخند حسین جانم به این صبح سحر جانم به این صبح سحر جانم به سیمای حسین دستتو بیار بالا جانم به این قرص قمر جانم خواهی تبریک بگی دستتو بیار بالا بگو مبروک لزهرا مبروک لزهرا و علی مبروک لمولانا علی مبروک لمولانا علی علی یا علی یا علی یا علی یا بگو تموم شد یا علی یا حیدر یا علی یا حیدر یه بار دیگه یا علی یا حیدر یا علی یا حیدر یا علی یا حیدر یا علی یا حیدر دردم مداوا می شود با گفتن یک یا این یا علیا یا آخر مجلس رو میخوام هدیه کنیم به روح مطهر همه شهدامون امام، پدران، مادران، شهدای مدافع حرم، سردار دلها، همه پدر مادرایی که دلشون پر میزنه برای این صحنه سرا، همه آبا و اجداد ما که نتونستن کربلا رو
بیان و ببینن. فقط عکس کربلا رو دیدن و الان زیر خروارها خاک خوابیدن. برسه به ارواح مطهر آبا و اجداد هممون. یا علیاشو میخوام جانانه بگیم. دستتم بیاد بالا. دردم مداوا می شود با گفتن یک یا علی. نه همه نمیگن به خدا. دردم مداوا می شود با گفتن یک یا علی. عقده ز دل وا می شود با گفتن یک یا علی. سر تا سر روی زمین بهتر ز فردوس بریل از لطف زهرا می شود با گفتن یک یا علی. علی زهرا دعایت می کنم. تا تو میگی یا علی کی دعات میکنه تو این عالم؟